سلام و درود خدمت بینندگان عزیز. در خدمت محمد امین بلدی هستیم، یکی از بازیکنان خوش استایل ذوق‌آهن که خب خیلی دوست داریم که محمد جان از کریر فوتبالی خودت به بچه‌ها بگی و بگی که چطوری تلاش کردی یه انگیزه‌ای باشه واسه بازیکنایی که میخوان استارت بزنن. خب به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما. بنده محمد امین بلدی هستم. 12 سال فوتبال بازی میکنم و 10 ساله که تو باشگاه ذوق‌آهن بازی میکنم. باشگاه بزرگی ها. اردوی تیم ملی دعوت شدم و تو باشگاه ذوق‌آهن من خیلی تلاش کردم، سختی خیلی کشیدم. فقط خلایی تو این باشگاه برام پیش اومده و اونم نبوده مدیر ورزشی خوب بوده که بتونه کمکم کنه که بتونم برنامه‌ریزی خوبی برای تمرینام داشته باشم و از جناب آقای عزیزی تشکر میکنم که به من کمک میکنن که بتونم تو فصل آینده و فصلهای بعد تو بالاترین سطح فوتبالیم بتونم خودمو نشون بدم. محمد یه برنامه‌ریزی اساسی از لحاظ سنی از 17 سالگیت می‌داشتی، با اینکه همین الانش هم داری در بالاترین سطح کشور بازی می‌کنی، به عنوان بازیکن فیکس داری کار می‌کنی، تو یه باشگاه بزرگ داری کار می‌کنی. خب تشکر می‌کنم از تک تک بینندگانی که این تایم رو گذاشتن با ما. ما دوست داریم که این اتفاق برای همه بازیکن‌ها بیفته و خیلی خوشحال میشم یک بازیکن حرفه‌ای در سطح محمد یا خیلی از بچه‌های دیگر رو داریم باهاشون کار می‌کنیم. درود و براتون آرزوی موفقیت.